گلنورا ترسنبویوا معروف به نام گولیا صاحب ملک سلسله مغازه‌های تلووری جلو روز 24 ینور هنگام بازگشت از استانبول ترکیه در فرودگاه دوشنبه با اتهام به طور قاچاق به تاجیکستان وارد کردن 12 کیلو آرایشات طلایی به مبلغ بیش از $600,000 دستگیر شده است. این خبر را سه منبع گوناگون از جمله طلافروشان بازار کاروان، یک منبع در فرودگاه و یکی از نزدیکان خود گلنورا ترسنبویوا روز 25 ینور به پایگاه خبری بامداد تصدیق کردند. اما در مغازه جلو به بامداد گفتند که او در حقیقت چند پیش به ترکیه رفته بود و باید برمیگشت، ولی در مورد اینکه بازداشت شده باشد کوتاه جواب دادند که این امکان ندارد. این در حالی است که به گفته یک منبع دیگر بامداد گلنورا ترسنبویوا بعد آنکه با هواپیمای ترکیش هوایولری برگشت بدون یگان مشکلی از فرودگاه برآمد. هنگام به ماشین نشستنش در توقفگاه نزد فرودگاه بازداشت شده است. همانجا بار او را تفتیش کرده از درونش 12 کیلو مصنوعات طلایی را به مبلغ بیش از $600,000 پیدا کردند. تا جای شنیدیم گلنورا این بار از ترکیه آورده‌اش را بدون پرداخت باج و خراج گمرکی وارد کرده است، نقل کرد همصحبت بامداد. یک منبع دیگر از فرودگاه گفت گمان می‌رود که در قاچاق چنین مقدار بزرگ آرایشات طلایی به این زن طلافروش کارمندان گمرک فرودگاه همدستی کردند، وگرنه بدون مساعدت آنها در آوردن چنین مقدار بزرگ طلاواری قاچاقی اصلا امکان نداشت. محض همین شریکانش زن طلافروش را از طریق سیبزل بدون یگان تفتیش بغاجش از فرودگاه بیرون آوردند. اگر دستندکاران عملیات یگان دقیقه دیر میکردند او برآمده میرفت با 12 کیلو طلا. گلنورا ترسنبویوا یگان 15 سال باز به تجارت مصنوعات طلایی مشغول بوده. در مرکز شهر و بازار کاروان چند مغازه دارد که با نام جلو معروفند. نفران آگاه از وضع بازار مصنوعات طلایی تاجیکستان میگویند گلنورا ترسنبویوا یکی از تاجران به اصطلاح کتزن در این بازار به شمار میرفت که اساساً از ترکیه بار می آورد. به حساب آنها گول قریب هر ماه از ترکیه برای فروش کمش 12 کیلو مصنوعات طلایی می آورد. در پشتش آدمان بقوت داشت و اکثر بارش را بدون پرداخت باج و خراج گمرکی وارد میکرد. در نتیجه در بازار رقابت ناسالم به وجود آمده بود و آنهایی که حلال کار میکردند و محصولاتشان را قانونی می آوردند نمی توانستند در مسئله نرخ با گولیا و دیگر تاجرانی که امکان بارای قاچاقی آوردن بار را داشتند رقابت کنند. گفت یک منبع آگاه از وضع این بازار. ماده 289 کودکس جنایتی تاجیکستان برای قاچاق جزاهای گوناگون از جریمه تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند، ولی در اکثر حالتها پرونده های آنهایی که با اتهام قاچاق به دست میافتند در نهایت با پرداخت یگان جریمه معین از جوابگری جنایتی خلاص میشوند. و اما فعلا معلوم نیست که آیا کسی از کارمندان گمرک فرودگاه نیز با اتهام همدستی با این تاجر طلا دستگیر شده است یا نه.